اگر به جای سفر کردید علامت‌های راه سمت نمایی می‌کنند. چون به منطقه کلاب رفتید برای فهمیدن قاعده حرکت راه در شهر و محلات باید از این قانون فراموش کنید. من از ناحیه همدانی هستم. در ناحیه همدانی کم از آنکه چراغ‌ها زدگی یا علامت‌های راه‌ها کم شده می‌شود. در شهر کلاب هم در بعضی راه‌های پرحرکت نشانی از علامت نمی‌بینید. می‌باید از هر رهگذر بپرسید کجا بگردید و به کدام جانب و کجای برای ایستی ماشین است و برای کدام کس. از نبودن علامت‌ها البته در راه پلیس غم می‌کرد، چون که در نبودن علامت‌ها حرکت اونا از این استفاده می‌کنن. علامت‌ها که باشد همون راننده خودش ایری علامت‌ها حرکت شد دوام دوران می‌گیره. این راننده این حالت‌ها را در ناحیه همدانی دائم مشاهده می‌کند و می‌گوید چند مرتبه شاهد جنجال راننده‌ها بوده است. طرف از سمت خانه‌مان به طرف بازار می‌آمدیم. در همونجا بسیار مناقشه‌ها بین ما شوفیرها می‌شود که راه هنگامی که راهی من هست من باید بگذرم، مقابل من خسته همین شوفیرها بین شوفیرها بحث می‌شود. مناقشه‌ها در بین می‌آید. این بحث‌ها پایان نخواهند داشت چون کسی به سبب نبودن علامت حق بودن خود را اثبات کردن نمی‌تواند. از صحبت این مقامات برمی‌آید که به علامتگذاری کوچه‌های محلات کلاب اولویت نمی‌دهند چون که مبلغ کافی ندارند. در منطقه کلاب در زیاده از 1400 جای ضروری علامت راه نگذاشتند. بیشتری آن راه‌های محلی اند. این به آن معنی است که در این منطقه ها حرکت ماشین ها به اختیار خود رانندگان است. یعنی مکان توکل و احتمال صدمه. به گفته این مسئولین شاهراه‌ها قریب همه علامت گذاری شده‌اند، اما آنجا دیگر مشکل وجود دارد. بعد شناندن علامت ها غیب میزنند. گردش خطرناک از دیگر علامت است. بعد شناندن رفتن را نمی‌بینیم با وقت. چپشان میکنن میدزدنشون. گفته می شود علامت ها از آلومینیوم ساخته می شوند و نابالغان آنان را به این خاطر می ربایند. اینچنین فرضیه دیگری نیز بیان می شود که خود راننده ها در نیست شدن علامت های راه دست دارند. برای نمیگیرن که همون یکم شما که گناهش روشکار نشدنش همین. دیدیم که بسیار حرکت تیز میخوان، همونجا مثلا در نشانی رو 60 ماندگی است، اون 60 اطاعت نکرده 100 یا 120 حرکت میکنند. راننده ها این توضیح مقامات را قبول ندارند و میگویند این کار به منفیت آنها نیست. چی شب باشد چی روز ایری علامت‌ها مثلا حرکت میکنی. یک کلان نادرسته که گویا که علامت‌ها را راننده ها چی میکرده باشند، گرفته میپرفته باشند، این کلا نادرسته. من باورگی ندارم هم مسئله را، چون که همش یک راهنما حساب می‌آید برای راننده. تا تهیه این گزارش بر رادیو آزادی میسر نشد از مقامات اطلاع بگیرد کسی برای دزدیدن یا ویران کردن علامت‌های راه جزا گرفته است یا نه.